ندیم امیری 29 سال دارد. او در 27 اکتبر 1996 در شهر لودکسهافن آلمان متولد شده است. وبسایت بوندسلیگا نوشته است که والدینش در دهه 1980 از افغانستان به آلمان مهاجرت کردند. ندیم چندین سال در لیگ‌های پایین فوتبال آلمان تمرین و بازی کرد. فوتبال حرفه‌ای ندیم امیری در 15 سالگی و با پیوستن او به اکادمی هوفنهایم آغاز شد. امیری در فصل 2013-2014 با تیم هوفنهایم قهرمان جام زیر 19 سال آلمان شد و او در بازی نهایی 2 گل به ثمر رساند. او یک هافبک تهاجمی است و 180 سانتی متر قد دارد. ندیم پس از 2 سال حضور در تیم دوم هوفنهایم وارد سطح اول فوتبال جهان شد و در فبروری 2015 اولین بازی خود را برای تیم نخست هوفنهایم در بوندسلیگای آلمان انجام داد. این هافبک تهاجمی در سال 2019 به تیم بایر لورکوزن از تیم‌های مطرح و با نام آلمان پیوست. او در حال حاضر عضو تیم ماینز در بوندسلیگا است و در فصل اخیر درخشش فوق‌العاده‌ای داشت که همین امر سبب شد تا یولیان ناگلزمن سرمربی تیم ملی آلمان او را به تیم ملی در جام جهانی دعوت کند. ندیم امیری سابقه حضور در رده‌های سنی مختلف تیم‌های ملی آلمان را در کارنامه دارد. در سال 2017 امیری و یارانش با شکست اسپانیا در دیدار نهایی قهرمان رقابت‌های زیر 21 سال اروپا شدند. اکنون او با حضور در تیم ملی آلمان و در بالاترین رقابت فوتبالی جهان یعنی جام جهانی از یک سو پاداش سالها تلاش خود را به دست آورده و از سوی دیگر بر رویای خود که بازی در این رقابت هاست رسیده است. همزمان برای اولین بار نام افغانستان نیز با حضور او در جام جهانی فوتبال مطرح شده است. ما همین لحظه ندیم امیری تبدیل شده به یک نماد برای ما. به خیلی از کشورها و با مردمای جهان، حتی به خود آلمانیا میگیم که مثلا این از ما هست که برای شما بازی میکنه. شما فقط امکاناتی برای فراهم کرده، ما استعدادش، ژنش و خاصیتش از خاصیت استعداد افغانستانه. از این نقطه نظر حتی من فکر میکنم تیم ملی فوتبال آلمان در جام جهانی پیش رو در بین مردم افغانستان طرفداران بیشتری هم حتی خواهد داشت. زبیر امیری پسر کاکای او که هم میتونست بازیکن بوندسلیگا شود برای تیم ملی فوتبال افغانستان بازی کرد. ندیم امیری در نخستین بازی آلمان در جام جهانی 2026 مقابل کراسائو که تیمش 7-1 پیروز شد روی نیمکت ذخیره قرار داشت. هواداران تیم فوتبال آلمان و همین گونه هواداران ندیم امیری در افغانستان اکنون منتظر حضور و درخشش او در بازی‌های بعدی آلمان در جام جهانی هستند.